وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که نیمه دوم روز 11 اپریل در بین 3 ساعت در دو صدمه در شهر دوشنبه و نویه تاجیک‌آباد دو پیاده‌گرد از جمله یک کودک 5 ساله جان باختند. بنا به این منبع 11 اپریل سال 2022 تخمیناً ساعت 15:20 راننده ماشین تمغه دیو سیلو محمد شایف محمد ظاهرشاه اسکندرویچ سال تولدش 1984 ساکن نویه تاجیک‌آباد هنگام حرکت در شورای اتومبیلگرد وحدت رشت لخش از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد عبدالغفورزاده حبیب‌الله سال تولدش 1989 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گرد عبدالغفورزاده جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. همچنین نیمه دوم روز 11 اپریل سال 2022 تخمیناً ساعت 18:20 راننده ماشین تمغه لکسوس فاضلوف نعمت الله زاکیروویچ سال تولدش 1994 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در حدود نویه اسماعیل سامانی پایتخت پیاده‌گرد خردسال نسیم و یاسمینا فروخوونا سال تولدش 2017 ساکن همین شهر پخش نموده است. در نتیجه خردسال نسیم و یاسمینا جراحت گوناگون جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راه‌های این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند. به وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با عریضه مرد 59 ساله ساکن شهر ایسار مراجعت نموده است که ماه ایون سال 2021 مرد 47 ساله ساکن شهر مذکور با روی فریب به باوریش در آمده از او 67000 سومانی گرفته وعده داده است که به او 7 عدد چپته هواپیمایی سمت دوشنبه مسکو گرفته می‌آید، اما نامبرده مبلغ‌ها را به منفعت شخصیش صرف نموده تا حال برنگردانیده است. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. از طرف کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خوجند نسبت مرد 42 ساله ساکن شهر مذکور که پیش با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است پرونده جنایتی با ماده 245 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای از آن خودکنی آغاز کرده شده است. نامبرده از ماه مارس تا ماه دکامبر سال 2021 در مغازه قسم‌های احتیاطی واسطه‌های نقلیاتی واقع در روی اتومبیلگرد خوجند باباجان غفوروف به صفت فروشنده فعالیت نموده در دوره فعالیتش از حساب مبلغ‌های فروش قسم‌های احتیاطی اتوماشین‌ها در عموم 175433 سومانی را از آن خود نموده به منفعت شخصیش صرف نموده است. نسبت به این حالت تفتیشات ادامه دارد.